نه علی به خدای کعبه، به صفا و مروه، کفر صریح مداح. به خدای کعبه دله، نه علی به خدای کعبه، به صفا و مروه، به صفا و مروه، به خدای کعبه، به خدای کعبه، به نقاب زینب، به حجاب زهرا، به نبرد مالک، به نبرد مالک، به قتال حمزه، به قتال حمزه، به شبیر و شبر، به شبیر و شبر، به علی و بوذر، به علی و بوذر، و به جان زینب و به جان عباس و به جان اکبر و به جان اصغر، که علیست دینم، که علیست جانم، که علیست عشقم، که علیست عمرم، که علیست کعبه، که علیست قبله، که علیست مروه، که علیست قرآن، که علیست اسلام، که علیست جانان، که علیست سلطان. به علی غلامم، 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 به علی نمازم، به علی سجودم، به علی قعودم، به علی قنوتم، به علی سلامم، به علی رکوعم، به علی صلاتم، به علی زکاتم، به علی صیامم، که علیست عشقم، که علیست دینم، که علیست آیین، که علیست آیین، که علیست ایمان، که علیست. سوگند یاد کردن به غیر الله تعالی و یا به غیر از اسما و صفات او تعالی حرام است و شرک محسوب می شود، و اگر کسی برای تعظیم و بزرگ داشت غیر الله را به قسم یاد کند، او دچار شرک اکبر خواهد شد. این مطلب علاوه بر منابع اهل سنت در منابع شیعه نیز آمده است و دلیل آن فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که می‌فرمایند: من حلف بغیر الله فقد کفر و اشرک. هر کس به غیر الله سوگند یاد کند قطعاً کفر و شرک ورزیده است. اوالی اللعالی از ابن ابی جمهور احصایی. همچنان آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: اذا حلفتم فاحلفوا بالله و الا فترکوا. هرگاه سوگند یاد کردید به الله سوگند یاد کنید، در غیر آن صورت سوگند را رها کنید. اوالی اللعالی از ابن ابی جمهور احصایی. که علیست دینم، که علیست جانم، که علیست عشقم، که علیست عمرم، که علیست کعبه، که علیست قبله، که علیست مروه، که علیست قرآن، که علیست اسلام، که علیست جانان، که علیست سلطان. به علی غلامم، 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 به علی غلامم. از علی رضی الله عنه روایت شده که می‌فرمود: دو کس در رابطه با من هلاک می‌شوند، یکی آن کس که در دوستی من افراط می‌کند و دیگر آن کس که در دشمنی و بغض من افراط می‌کند. به علی نمازم، به علی سجودم، به علی قعودم، به علی قنوتم، به علی سلامم، به علی رکوعم، به علی صلاتم، به علی زکاتم، به علی صیامم، که علیست عشقم، که علیست دینم، که علیست آیین، که علیست آیین، که علیست ایمان، که علی. الله متعال می‌فرماید: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بگو ای پیامبر،
همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم از آن الله پروردگار جهانیان است، شریکی ندارد و به یکتا پرستی امر شده ام و من نخستین مسلمان هستم. شیخ صدوق از امام رضا رحمه الله نقل می کند که در دعای خود می فرمود: بار الها، من براءت می جویم به سوی تو از کسانی که درباره ما چیزی را ادعا می کنند که حق و حد ما نیست. بار الها، من براءت می جویم به سوی تو از کسانی که درباره ما چیزی را می گویند که ما درباره خود نمی گوییم. بار الها، خلق و امر از توست، ما تنها بندگی تو می کنیم و از تو کمک می خواهیم. بار الها، تو خالق ما و پدران ما هستی. بار الها، ما بندگان تو و فرزندان بندگان تو هستیم و برای خود مالک هیچ سود و زیانی نیستیم و اختیار مرگ و زندگی و برانگیخته شدن خود را نداریم.